سلام، من سارام، یعنی خودتم، فقط آیندتم. تقریبا 5 سال بعد از الان تو. الان که اینو گوش میکنی احتمالاً تازه از مدرسه اخراج شدی و باید دنبال مدرسه شبانه بگردی. میدونم چه حسی داری، قبلا تجربهش کردم. احساس بی‌مصرف بودن، شرم، بیشتر از پارسال حتی داری به خودکشی فکر میکنی و احتمالا روزی 1 پاکت سیگارم تمام میکنی. شاید باورت نشه ولی هیچ کس اندازه من نمیتونه بفهمتت، چون همه حرفایی که قرار بزنی رو زدم، همه کارهایی که کردی رو کردم. ولی میخوام یه چیزایی از آینده بهت بگم که احتمالاً باورت نمیشه. من اولش باورم نمیشد تا زمانی که لمسش کردم، به معنای واقعی همش رو دیدم. میدونم الان به شدت مشکلات مالی داری و خیلی چیزا دلت میخواد، چیزای خیلی کوچیک. شاید فقط همین که مدل گوشیت بهتر باشه یا چند دست لباس بیشتر. هر دختری خب بالاخره اینا رو میخواد دیگه. تقریبا 15 کیلو هم که اضافه وزن داری و هر بارم هر کی اینو به روت میاره ازش متنفر میشی، از خودت هم متنفر میشی. ما هم بابت دست کارات خسته شدن. آخه خوانندگی هم شد شغل. مامانمون همیشه میگفت دختر که خواننده نمیشه تو هم مثل بابات به هیچ جا نمیرسی تو این کار. حداقل یه کاری کن که فردا روز بتونی یکم پول ازش داری. این کارو به هیچ دردی نمیخوره. باورت شد خودتم؟ من عمیق ترین رازهایی که داری رو میدونم، ولی خوشم میاد ازت. همیشه کار خودتو کردی، همینم باعث شد برسی. البته الان که اینو گوش میدی هنوز نرسیدی ولی میرسی. میخوام بهت بگم که 5 سال دیگه همین موقع تقریبا مشکلات مالی نداری. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنی قرار تجربه کنی. میدونم عجیبه ولی تو تا حالا خارج از ایران نرفتی. شاید واسه شبیه یا آرزوی محال باشه ولی اولین سفرت قرار تبدیل بشه به آخرین باری که توی ایرانی و تا 5 سال آینده خیلی جاها رو میبینی که الان فکرش هم نمی کنی. واسه خیلی دوره. بهترین خونه‌ای که میتونی تصور کنی چه شکلیه به نظرت؟ تبریک میگم، تو قراره دقیقا تو اون خونه زندگی کنی. خودت تنهایی یاره خودت. باور کن. باورم نکنی میبینی بالاخره میفهمی که چقدر راست میگفتم. کنم یه سری چیزا بهت میگم به عنوان قابل اعتماد ترین آدمی که میشناسی، حداقل بیشتر از همه. هیچ وقت اونقدر بد که تو ذهنت نمیشه سارا. حتی هیچ وقت اونقدر خوب نمیشه. اون پسری که الان تو زندگیته و با اعتماد به نفس تو داره داغون میکنه قرار نیست تو آیندت باشه. تو شاید یادت نیاد. آره باور کن یادت هم نمیادش. این که از مدرسه اخراج شدی قرار نیست بدبختت کنه. باور کنی که کنکور ندی باعث نمیشه تبدیل شی به آدم به درد نخوره، بی پول، بی کار. سارا نترس. سارا فقط ازت میخوام نترسی. میفهمم چقدر همه چی ترسناک. خبر بعد اینه که هرچی بیای جلوتر ترسناکترم میشه. ولی من بهت قول میدم که هیچ چیزی وجود نداره که به تو آسیب بزنه جز خودت. بیشترین آسیب رو به خودت میزنی همیشه. ولی میخوام یادت بمونه که هر چی شد، حتی اگه کل دنیا رو تو بودن، سارا خودتو تنها نذار. بمون کنار خودت، بمون. حق بده. خودتو بغل کن. تنها بمون با خودت. ازش نترس. بیشتر از همه پیشته. بیشتر از همه کنارته. همیشه هست. فقط میخواد ببینیش. تا 2 سال آینده خیلی زندگی هیجان انگیز
میشه. راستی 5 سال دیگه از چاقی خبری نیست. آره سورپرایز. تو این کار کردی سارا، مرسی ازت، مرسی واسه همه چی، مرسی که واسه همون ساختی. من الان دارم از آینده با حرف میزنم و نگرانی ها و دغدغه ها و مشکلات هم یکم با تو فرق داره. مشکلات همیشه وجود دارن سارا، ازشون نباید فرار کنی. سعی کن زندگی کنی هر روزو. اینجا مسابقه نیست سارا. اگه یه چیزی برای تو باشه بهش میرسی، دیر یا زود بهش میرسی. اگر هم برای تو نباشه نمیاد. عجله نکن، تون نرو. دوست دارم.